راجع به دستگاه مینی هایفو چیزی میدونی؟ هایپوتراپی امواج هایفو رو به لایه‌های زیرین پوست میفرسته و توی اون نقطه متمرکزشون میکنه و باعث گرم شدن و جمع شدن عضله توی اون نقطه میشه که این عمل در نهایت کلاژن سازی پوست رو به دنبال داره و مهمترین کاربرد این دستگاه لیفت تخصصی پوست هستش. حالا یه سوال پیش میاد که این دستگاه کاربردش فقط لیفت پوسته؟ جواب سوال اینجاست. وقتی دستگاه کار لیفت رو برای پوست شما انجام میده، پوست شما کشیده میشه و جوانسازی و روشنسازی پوست شما رو به دنبال داره. دستگاه مینی هایفو علاوه بر امواج هایفو، امواج اولتراسونیک هم وارد پوست میکنه. این امواج کار جذب مواد رو انجام میدن. حالا این مواد میتونه ژل باشه که من امروز از ژل لوبریکانت استفاده میکنم. ژل لوبریکانت یه ژل روان کننده هستش. من میزنم روی دستم. در واقع ژل لوبریکانت هوای بین پوست و دستگاه رو از بین میبره و باعث میشه که امواج به صورت مستقیم وارد لایه‌های زیرین پوست بشن. زمانی که میخواید دستگاه رو روشن بکنید حتما باید به برق مستقیم وصل باشه و با استفاده از این دکمه میتونید دستگاه رو روشن بکنید. امواج مادون قرمزی که این دستگاه داره باعث افزایش کلاژن سازی و گردش خون توی پوست میشه. همچنین امواج RF همین دستگاه ساپورت میکنه. نکته که باید بهتون بگم اینه که با استفاده از این دکمه شما میتونید سطح قدرت دستگاه رو تغییرش بدید. حالا میخوام تفاوت دستگاه مینی هایفو با هایفوهای دیگر رو بهتون بگم. دستگاه مینی هایفو توان کمتری نسبت به هایفوهای دیگه داره، اما هیچ گونه آسیب و عارضه‌ای برای پوست شما نداره. دستگاه‌های هایفو توی کیفیت‌های مختلفی وارد بازار شدن. اصل دستگاه برای کشور چین هستش، ولی خب یک سری از افراد ممکنه تحت عنوان کشور کره، آمریکا و غیره این دستگاه رو وارد بازار بکنن که اصلا اینطور نیستش و بهتون توصیه میکنم برای اینکه یک خرید مطمئن داشته باشید از سایت‌های معتبر که دارای نماد اطمینان هستن خریدتون رو انجام بدید. وبسایت رایتگل یکی از معتبرترین سایت‌هایی هستش که شما با خیال راحت و با ضمانت از بودن کالا میتونید دستگاه مینی هایفو رو خریداری بکنید. مرسی که همراه من بودید.